میدونستی تابع ها صدا دارن؟ مثلا این صدای تابع y مساوی xه. یا مثلا این صدای تابع y مساوی x3 هست. یا مثلا این صدای y مساوی x2. یا این مثلا سینوس xه. تانژانت x. لوگاریتم x. رادیکال x. تابع های هموگرافیک. یا تابع پیچیده‌ای مثل یک سینوس اکسون. اگه دوست داری ریاضی اینجوری یاد بگیری بیا دایرکت.